الرحمن الرحیم در سوره فاتحه اومده است. همین چی معنی داره؟ Милостливый и милосердный. خطا کردی. ترجمهش بخونی کتاب میفهمی سوار. Мефамам. دروغ میگوی. اثبات کنم برای دروغ بودن تا. Да что ты, черт побери, такое несешь? Хоб бугу. همین شما قرآن از کی میآموزید؟ Аз китоб. نه درست از کتاب. یعنی از کتاب تمام کتاب میخونی قرآن میفهمی سوار. Не. Ман арабия намефаҳмам. بعد Ман тарҷимонша мехонам. ترجمهش بخونی کتاب میفهمی سوار. Мефаҳмам. دروغ میگوی. اثبات کنم برای دروغ بودن تا. Хоб бугу. هر کسی رم بگد که من کتاب ترجمه میکنم یعنی ترجمهش میخونم میفهمم دروغ میگه. این گپی من نیست، گپی تمام علماهای اهل سنت و الجماعت است. تمامش. بگی برای چی؟ من اثبات کنم که مثلا شما گفتید که من ترجمهش میخونم میفهمم. نظری ما تمام یعنی چی میگن مسلمان های دنیا در این است که هر کسی قرآن میخواهد فهمیش قرآن از خواند او به مفسر نیاز دارد. کتاب قرآن یک عالم مفسر است که زیاده از 10 سال یا که 11 سال Бародар кӯтоҳ карда гап занед илтимос. کوتاه کرده میگم کوتاه کرده خیلی کوتاه کرده گپ میزنم. عالم یعنی علم قرآن این خودش یک علمی که مفسر تنها برای ما او را فهمانده میتونن، نه هر کسی که ترجمه قرآن بفهمد. و خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم که بسیاری کسایی که گمراه شدن اونا همون ترجمه قرآن گرفتن از خود کردن که گمراه شدن، نه به علم قرآن چنگ زدن. اگر وقتی هر یک سوال قرآنی اگر دست ذهنت اومد یک سوال داشته باشی این را تو باید از یک مفسر بپرسی. مثال به مثل که قرطبی قرطبی یکی از شخصیتایی که مفسر است، یا که ابن کثیر هم یکی از علمایی که مفسر است. او فقط درباره علم قرآن میگه. مثال چی؟ مثال کوتاه میگم فهموشه. اینا الرحمن الرحیم در سوره فاتحه اومده است. همین چی معنی داره؟ Милостливый и милосердный. خطا کردی. اثبات کنم که خطا کردی. Хоб бугу. ببین الرحمن الرحیم وقتی که در هر یک جایی که میاد به معنای خودش میاد. مثال خودت که شما ترجمه را میخونید در ترجمه یک چیز دیگر است. علم چی میگه؟ قرآن زبان سخن جان ملت ما است. همین زبان بود، این سخن بود که ما را در طول نمیدونم 5000 سال زنده نگاه داشت. یا همه چیز باید دیدیم در شیر بازار از زبان وطن. فقط زبان ماند. فقط تاجیکای ماورالنهر و ایران یعنی کلن مردم فارس زبان زبانش نگاه داشت و خصوصا خدمت سامانه در همینجا است که اول قرآن به فارسی ترجمه کردن. بلعمی وزیر بزرگی اسماعیل سامانی قرآن به فارسی ترجمه کرد و فارسی نماز خواندن و قتیبه ابن مسلم در مسجد جامع و بخارا نماینده گذاشت و گفت که به هر کدام بخاره 2 درم میته یا 3 درم که به عربی خوره. بخاره 2 درم میگرفتن و میدرم به فارسی نماز بخوندن. اینم مردانگی است.